دمی خونه نگاه کردی برفتی دلبر به من آشنا بیدی دلبر بی دلبر بگفتی که میایم بیاری یاری دلبر بیا بریم به خانه خاله ما بریم دلبر لا 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 عباس وقت گرفته نه وقت گرفته نه میرفتم به درسلا پیش نانه تو چرا؟ میرفتم پیش نانه تو خیراته خاطری که گفتم نانه تو دلسوزیه یاره بس تنه چرا چکوی دیدی چرا میکنی چه کار شده؟ نانه تو آدم دلسوزیه گفتم یک کورتی با ما بده زمستان خوراک میکنم حالا چه رقص میکنی؟ خب گپ رقص نمیکنی دیگه عروسی هم میمنه چه این رقص نیه؟ نه خب میلرزو تو هفته چرا میلرزی؟ خنوک هفته و برتونه گیلک حرف نبرده که تو خود میلرزونی که هفته و نمیبین هفته خیلی خنوک میخوره به دست را میفتی که چیکار کنی؟ یک کورتی نانه تو با ما بدم اگه دارم اضافی گیلک خب از تعمه ایراد تال کورتی بردشته پول نیه تو میری به درس را پول نیه کی تو پول داشتی؟ کی؟ قربانم اون روزی که تو پول داشتی گیلک درس را نری خوبه گیلک یک کورتی با ما بیار چی کار بشه نداره برو جانمی یکی هست بفهمیدی بابا خود ننه خب اینا که اگه ای بده به من بده ای بودم تو ها که ما خنک بخورم تو خنک نخوری خود تو که خنک نمیخوری من خنک میخورم من نمیبینم میلرزم تو نمیلرزی یکی پس پیار تو چه کار میگن رستاش تو چه کار میکنی رستاش تو من از این میگم تو که نمیلرزی یعنی که من میلرزم یاره این سیده خود در رایار در من نگوی لنگا یعنی می بود تو یعنی واقعیت می واقعیت تو که نمیلرزی یعنی اگه تو بلرزی دیگر چه برسی بگو گله ای از من دیر میگم یعنی واقعیت می نمیگی انگیله که نماید تو خنک بده که خنک با برخو کسی کنم تو میایه خدا میدونه به تو بیایه اخی چرا نمیلرزم نمیلرزی تو تکنیکی من نمیفهم گله حالا گرم میشی دیگه گرمه حالا داستان ما چی کار میشه دیگه چی؟ داستان ما دستمال چی؟ داستان ما چی کار میشه که کوتی هم اونجا بر تو شد اینم اگه میشه نمی بده اگه میشه نمی بده چه بیا پاتونو می که شوخرم بیا کن برو گیله برو انا میرم بدم تو بفهمیدی دعا بکن نمیدونم که بده به من چیکار میشه عباس نه دیگه تو من یخ میزنم تا به سر برو تا به بازار برو آخه مادر تو که 100 سال 20 تا مرغ داره هر روز تخم مرغ میکنه با تخم مرغ بفروش با اینا رو بده به من پولا تخم مرغ نمیشه گیلک دست اون نری خوبه دعا بکنی خوبه با ما بخویا که دیگه میخرم خوبه خدا از بر مکرون هم بوده خدا با تو یک زن بده عباس که یک لیپی میراث نداشته باشه برو خوب تو بیت زن خیر بینی خدا حافظ آخه جان خیریت گیلک نه خیریت کار گیلک میلرزم چرا میلرزی؟ مادر ما گفتم برو به درس را شام مادر نسکو اگه دارم یک کورتی یا با من یا با مادر ما یک کورتی بده که خیلی خنک میخورم نداری خود تو کورتی؟ نه سبب یک دقیقه دل گپ بزی که ما گپ تو بفهمون چی میگی تو؟ میگم یا با نانه یا با من یک کورتی بده که خنک میخوری تو کورتی می یا نانی تو؟ من و نانه می که ما برو خونه خود تو کورتی بیارم ها دیگه پس چرا به خونه میخری؟ پول نداریم ما هسته تو چی دیشت گیلک؟ ای بابا باشی برو به خونه سه کنو اگه بود به مادر خود میگم اگه دیشتن کورتی خوبه به تو میارم یا به مادر برو اون طرف دیستا چون اگه درس رو بکنم اگه شک ما بریش تو میخوره خوبه صبر کن اما ما نکن که من این بیشتر برو برو اینجا استاد چی طرف در نکن خوبه آخه شو اینجا استانشون برو هناله برو خیلی بنا عباس بیاد کورتی بدن
این هم برکن بیاره نانی از این زنکا دلسوزن زنکا دیگه که زن هم بند باشه زنکا میت دل اینا میسوزه که مثل کفتر بری بیا ما اینجا گیلک تو میتون خود خود میلرزی نمرم لرزه میگیره خیلی خونو که هانی گیلک همین 150 پامل کوف کو همین 150 پامل کوف کو نه نمیسته که پامل همین 150 نه ما برو گیلک یار من دفته میتی صوت چو خوب گرم همین دستامل کوف کو اینا کو یخه هانی سرگی همین پیران بیبی خدا بیامرز ما بمونده خو امیر بگیره بده با مادر خو که ببر خو کنه یا بیبی تو نه بیبی تو میت دیسکوی بیده ها هانی نوی هم هست گیلک گرمه یا نانه یازمه یعنی آدم سرگی بیده گیلک چرا؟ یا نانی تو همی حالا میت پیرانو مرتکابی دیدی که ببر خونه با گرمی فرق نمیکنه گیلک برو امین نمیشه امین بتی کرتی به من ببر خود منه گیلک بای ببر تو میشه نمیشه برو یاره خیر بدی خود پیار تام ندارم ندارم نه اینا تر شده اینا رو گوام میخوره آخی اینا رو هم میگیر مگر از زیر به زیر سلام علیکم من نام شما مکندید سلام علیکم اشتان گیلک جان خوبی سلامتی چه کار خوبی سلام ورزش میکنی؟ نه خونک میخورم نه خونک میخوری؟ بیا این ببر خوک آخی تو سرما میزنه آره ماما جان جو ماما جو خیلی بینی زنده باشه از این مادر من گفتم برو یک کرتی به خوب است جامعه اقل ما همسایه شما که خونک نمیخوری نه فدای سر بس دادم من خوانه خونک دیار گرم شدی از من؟ از تو برو اقتصاد شما چیز میدونی؟ نه چیز نیه برو برو یعنی بدون دلگاه دیگه خوش همسایه منی تو دوست منی دیگه همسایه به درد همسایه به چی وقت میکاره نه بس دادم ماله انا خوب شد دیگه موتورا دیزلی بری گرم آمدی زنده باشی سلامت باشی تشکر ماما خونده خواهش میکنم آدم غریبه چیزی نداره خب اگه همسایه به درد همسایه نخوره کی میخوره به درد بره بخواد باز من میرم با خون استانم یکی دیگه حالا دیگه میگه گفت برای که دیگه این همه لام میکنم برادر فیریشیه بیا که گرم شی برادر فیریشیه خوش کن برادر مدل بالا ما 20 رقم مدل بالا برادر زنانه و مردونه و بچه خونه خوش کن برادر خوش کن برادر خانو غریب بخورم برادر بیای خانو غریب بخورم برادر خوش کن که خلاص شد 70 مونده 80 مونده خلاص شد یک متعرمه خوش که برادر سلام علیکم من دارم خوش کنیم برادر جان بخیری سلام جان جلس تیار هستیم خیریت شکر اینا دونه چندی لیلا میفهم لیلام دونه چندی هست او برار سیار می ای به چنده چی اینا دونه چندیه زرد پست شغال داره چند قیمت کدی پست شغال پست شغال نیه کورتی برو میفهمم کورتی کدوم که میبره پست شغال یا پست گو همین چند قیمت کدی برو خوب پست گو کله چند قیمت کدی 900 برو ما تو دیشب خو نشدی تا صبح چرا گردنم بند باشه نیه همین خو بدون که مثل گو ولی خور بزدم 900 به مثل از این 9 تا میدم برو خور بکردم بعد تو گنسی بچم 9 تا 9 دو نمیدم مالی بیا بریم تا جاده لیلامی ازی بیتاره با تو مثلا دنیا 80 روپیه تو میگی 900 روپیه البته تو دیشب تا صبح بیدار بودی نمیفهمی که چی بگی پیرم بیبی نداری پیرم وارد پیرم بیبی نه بیبی خودی چیز بده
دیسکویی بوده سعی کشته مورا داره فقط میگی شاخگوه. این چند دقیقه قیمت کردی برو؟ این برای من 2800. کار برار تو دردسر امروز توی گپا برار اینا به چی قیمتی بخرید و مینا 2800 روپیه مال به تو بهترین لباس میدم. حالا لا گل من اینا که با من خیرات ندادم. اینا خیرات ندادم قیمتی رو بگو برار. اینا پول دادم بالا. پوست شغاله با چند می؟ پوست شغاله با 70 روپیه. چنده؟ 70 روپیه. بریم بتا جادی لیلی. این چند لالا؟ بله. این چنده؟ همون لالا میگم با 70 روپیه. چنده؟ 70 روپیه. 70 روپیه. گرونیه. بخ لالا به تو خوب. برار تو چرا بیامدی اینجا میگی که اینا سنگینه با کیفت خونه کو؟ نه چی خجالت نمیکشی تو بگذر لالا. باشه برار 100 روپیه بدم. الاف کنه. تو خجالت نمیکشی میگی اینا سنگینه اینا چیه که من نتونم با کیفت خو کنم. تو که میگی من اینا رو میفروشم 9 ساعت قیمت کردم به چه من صورت فکر کردی تخت کم. چرا لالا چه کار شده؟ این میگه که اینا سنگین. نه اون مطال راسته. میگه میری که صاحب کنی کباب میشی. چه کار لالا؟ ما از خونکی بمردم دلم و تو بوسو. همین موتورا بدیده که تو خلاص میکنه صرف میزن بالارزه. انا موت میلرزیدی. دلم و تو بوسو دارم جنبه کو تابا خوبی کردم بار تو کردم که ما خونک بخورم تو گرم بیایی. تو غریبیه. بیا دیگه این از کیسونی با. این از کیسونی. یا لالا یقیق میکشه که دا 15 تا بود خلاص شد آخی. جو یا تام الله صبح تاله ای جمپر جمع میکنه که ما خونک میخورم مدار میگفت جمپر بده ما. یعنی میگی گدایی میکنه تا؟ اینا مردشوی است ما. از کی؟ مردشوی همسایه ما. هیچ مردشوی که من نمیشناسم. ما کندل میگم. اما گپ تو لالا راست میگه نفر که نمیشناسی خودی معامله نه. وقتی تو میگی که ما خونک میخورم. نه نمیگو اضافه. نه چیه؟ اضافه. او چند دیگه جمع بگو مال بابا دکوزیا کار ندارم این پرنگ چند دقیقه قیمت کردی میبرم به بی خو. تو خجالت نمیکشی که اینا به تو بدن که گرم بیای بیر اینجا تو کلیز بساتی و خود تیار کردی. نه نمیگو اضافه. یار گیلا که تو سلام است. سلام است به تو گیلا. فکر کو یا اگه این زندگی خیلی به خاطر تو که باشه تو گرم بیای. تی بدن به تو. دیگه اگه تو امید تلفن ازیدی تو سر تو به دیوار میزنه خوب. کلی تو از اون باغ میگیشه. لالا نه خیلی نه گدایی که لالا درس لالا میگم من گاد لیلی آوردم چه ما کجا آوردم میگه میگه 10 تا بود خلاص خوردن خود نداره انگشتگی لباس برنشته گاتی آورده من چی خبرم لالا میگه من میفروشم و کجا میمونه کی لکور بفروشی به سبالیو کو باشه کندل ما ببینم آگ بس سر تو کلاوردار شه سعی کو ته هیچ شرایط شده بیان که خنک میخوام کو طبق خوبی که ما بعضی تارتوخ کردم بیاد اینجا بساتی کرده خوب شد که بیام آدم وای 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 امروز روز اوله قوقا کردی با ماله امروز روز اوله قوقا کردی با ماله از بالا میای کوچه بجل و بله روز اوله قوقا شتانه کجی گنجیری بیا کجا میری؟ تو بیا یاری که لگادم گندی بیدی براره بشاره شتا گندی اومد میگو رستی اگفتی مدر ما با مدر تو پیرانی داده بود و ببینده بودی بفرشیده بودی که نه خریدار بود کی خریدار بود؟ تو نه نمیگفت که اینا اضافه چی اضافه؟ پیرنا و کورتیا با ایشان بلغوزر بابا تو کی یاد داد؟ عباس؟ کورتی خود بفرش بستن نه؟ بفری گفتم بستن کورتی شکمبه چه زد؟ چرا گیری خوب بگی تا کارو میکنی برارمه اضافه چی اضافه؟ یک مسلمونی که میای پیرانی کورتی یک کلاهی به تو میده که تو گرم شیر تو بگردی ببینی بفرشی او عدل شدی میده که تو خونم نکنی تو با غلطی میکنی میبینی اون به یکی میشی کلاهی با کسی خو میکنی تا کسی خو نداشتی و به قبرستون مرده ها که نگشتی یعنی گیرندگه خود اگه ما آدم باشون به تو یک سر سوزنی نمیدون چی که میبینی میفرشی بران جو تو شاتو بفام نمیشه؟ اشته نمیشه پیران تو ببر نمیشه؟ خب باشه من نمیدون گیلم همون تو شاید بفام بشه نه نمیدون برانمه هیچ کدوم نمیدون همین کلاکش خب تو نمیدون بران جو چی که میبینی میفرشی ها برو عباسو بگو تو بگو خیر میبینی با تو خیلی خیلی او خیر نمیبینی که از ما بستون او خیلی هم خیلی خیرات از ما بستون خود کلگنده خوب کاری خد آفرینیو آفرین به پیاتو چلی؟ خاطر که مگر تربیه کردی تو کی تربیه کرده؟ تو پیار خود تربیه کردی
بیشتر تربیه کنم همین که بچه خوبی. من پیار خود تربیه دادم یا پیار به من تربیه داده نه همین که تو پیار خود تربیه دادی که تو بچه خوبی شی. اگه پیار خود تربیه نمیدادی که بچه خوبی. کمال بخوری به خیر خوشی. همون که میفهمم. خوشی تو میفهمی نمیفهم گله جو سکو براره من. یک مسلمونی که به تو یک چیزی خیرات میده دیگه با تو نفرش برا جو. از امو استفاده کن. بیا عقلم بگم. خیلی هوشیاری. برو دیگه گله. چاک شبر افتخار. بیار بشی. ایلا! بعدم بیا به علمانان ببول بفروش بدی. یعنی عدست تو برار بی. از چشم تو هر کاری میایی که نگالی میبینی میفروشی.